من امرو براتون میخوام راجع به ماه رمضان و کس کردن در ماه رمضان حرف بزنم براتون. ماه رمضان ماهیه که ما روزه میگیریم 30 روز و در این روزه گرفتن ها ما خودمون را سعی میکنیم که بدنمان را پاکیزه نگه داریم. برای همین من به شما میگم که از تجربیاتی که خودم کردم و در کتابم که نوشتم راجع به کس کردن براتون یک به یک تشریح میکنم. وقتی که شما روزه هستید، روزه که گرفتید و روزه هستید، اگه عیالتون پهلوتون خوابیده، شما اگه بخواید که عیال بکنید و روزتون باطل نشه، بایستی که فقط سر کیرتون رو اگر که بیشتر از سر کی رفت توی کس، روزه باطله. حالا این که من که دارم راجع به این برای شما میگم برای که افراد و اشخاص مختلفی، شما یه وقت بچه همسایه رو میخواید بکنید، یه وقت میخواید آخوند سر کوچه رو بکنید، یه وقت میخواید بچه جهود بکنید، یه وقت میخواید ارمنی بکنید. برای هر کدومی ها من برای شما تشخیصات مختلفی دارم و یک به یک برای شما تشریح میدم و شما این را اجرا میکنید. اگه آخوند سر کوچه را میکنید، شما حق دارید که تا تهش بکنید. اگه بچه جهود میکنید، کیرتان را بشورید قبل از اینکه اگر بهایی میکنید، من میگم نکنید. اگر ارمنی میکنید، بگید که کونش را بشوره اول بعدم بکن.